سلام. من اینجا تو حومه مسکو هستم، یه جایی با 1 ساعت فاصله از شهر مسکو. میخوام امروز یه چیز جالبی بگم در رابطه با یه مفهوم جالب تو معماری و فرهنگ مردم روسا و مردم روسیه، و اونم یه چیزی به نام داچا. من در واقع الان تو یکی از داچه های اطراف مسکو هستم و میخوام کلا بهتون یه داستانی در رابطه با این قضیه بگم. داستان از این قراره که از زمان استالین هولوش دهه 30 و 40 میلادی یه قانونی رو تصویب کرد اتحاد جماهیر شوروی که به همه کارکنان، حالا همه مردم عادی اتحاد جماهیر شوروی، دولت یه سری امکانات بده و اصلی ترین امکاناتی که دولت بهشون میداد چی بود؟ این بودش که یک سری اراضی مرغوب اطراف شهر رو که اکثرا هم جنگل بودن دیگه، درختاشو قطع میکرد، مسطح میکردن، آماده سازی رو تفکیک میکردن و تبدیل به یک سری قطعات، حالا مترجوی مختلف 300 500 هزار متر میکردن و به مردم عادی واگذار میکردن و اونا اجازه داشتن که بیان اینجا ساخت و ساز بکنن، کشاورزی بکنن و هر فعالیت تفریحی که این در واقع با هدف کمک به در واقع ارتقای کیفیت زندگیشون بود دیگه. الزاما قرار نیست همیشه داخل شهرهای شلوغ زندگی بکنن، کار بکنن، فرصت بشه که ایام تعطیلشون بتونن بیان تو طبیعت با فاصله معقولی از شهر و لذت ببرن. این اتفاق مثل بقیه کارهای تو اتحاد جماهیر شوروی به طور دستوری انجام شد و تصمیم گرفتن که به همه مردم این امکانات رو بدن و توی بازه زمانی این اتفاق افتاد و اون فضاها، اون خونه های روستایی به نام داچا معروف هست. الان این داچا در واقع شو گفت همین الان تو فرهنگ زندگی مردم روسیه بسیار قوی و جا افتاده هستش، یعنی میتونیم بگیم که بخش جدا نشدنی از فرهنگ مردم روسیه هست. دوربین رو برگردوندم این وکی یه خورده حالا فضای منطقه رو بیشتر ببینید. در طور مفصل میریم الان داخل یکی از داچه ها و بهتون توضیح میدم. این یه کوچه ای هستش که اطرافش یه تعداد داچه، حالا پشت درخت شاید راحت نبینید. این اتفاق چطور افتاد؟ به این صورت بود رویه که دولت تو مناطق مختلف اطراف شهرها زمین هایی رو آماده میکرد و این زمین رو به طور مستقیم به مردم واگذار نمیکرد. در واقع به شرکت ها کارخونه هایی میداد که اونها از اون طریق انجمن هایی تشکیل بدن و این انجمن زمین ها رو به کارکنان اون، حالا کارخونه، شرکت، سازمان واگذار بکنه. حالا اگر زمین به اندازه کافی بود به همه میدادن، اگر نه به صورت قرعه کشی، ولی تو اولویت در واقع به اکثر مردم روسیه این زمین ها رسیده. نکته اصلی که داشته این داره اینه که اونا خب قاعدتا تو زمان اتحاد جماهیر شوروی بحث مالکیت وجود نداشته و مالک اون زمین نبودن. در واقع دولت، حکومت مرکزی این زمین رو امانت بهشون داده بود و تنها یک شرط داشتش استفاده از این زمین و اون این بود که دقیقا استفاده بشه، یعنی و این شرط تا همین الان هم باقی مونده. این یه داچه خیلی خوشگل قدیمی، ولی من از رنگ زرد و سبزش خیلی خوشم اومد و اون شرط اینه که حتما از اون فضا استفاده بکنن. اگر بنا به هر دلیلی توی بازی مشخصی استفاده نشه و فضا تبدیل به فضای متروکه بشه، دولت این حق رو داره که این زمین رو، این داچه رو ازشون بگیره. و جالب این که خب بعد از فروپاشی تا جمهوری شوروی این قانون بخش مالکیتش از بین رفت، یعنی همه مردم مالک داچه ها شدن. مالکیتی مثل اون چیزی که چه تو ایران داریم چه تو غرب داریم، بحث مالکیت خصوصی تعریف شد، ولی هنوز اون قانون باقی مونده که اگر شما استفاده نکنید دولت مختار هستش که بیاد این داچه رو از شما بگیره. اینجا یه مثال خوب از انتفاع میخوام براتون بزنم. اینجا روبروی همین داچه‌ای که ما میخوایم بریم، ولی اینو بهتون بگم اینجا 10 سال پیش یه داچه بود، ساختمون چوبی که متاسفانه آتیش گرفت و مالکینش گویا فوت شدن. بقایاش رو میتونید اینجا ببینید. جا قبلا ساختمون بوده. این داچه بعد از اینکه آتیش گرفت رسید به 2 بچه ها. یه مالک که اتفاقا گویا 2 بچه با هم سر ناسازگاری داشتن، تفکیکش کردن، یه فنسی از وسط کشیدن، ولی همونطور که ببینید بعد این 8 سال هیچ استفاده ای نکردن
و گویا دولت چند مرتبه اومده بازدید کرده، ثبت کرده که اینجا استفاده نمیشه و به زودی منتظر هستن که نماینده دولت بیاد و این داچه رو ازشون پس بگیره و سلب مالکیت بکنه. یعنی این حق رو کاملا دارن و به همین خاطر براشون خیلی مهمه و فکر کنم خیلی سیاست خوبیه که دیگه حداقل مثل ایران نشه که هر کی تعداد زیادی زمین بتونه بخره، احتکار بکنه و ازش استفاده هم نکنه. اینجا تا بریم بعد. یه مثال دیگه میخوام واسهتون بزنم. این داچای همسایه دیگه‌مون هست، شماره 541. گویا این هم سالهاست از اینجا استفاده نمیکنه و خونش تقریبا متروکه است. منتها آدم کاربلدی بودش و با اینکه خودش هیچ وقت نمیاد ولی اینجا به کارگرا و نگهبانه اینجا پول میده، سالی 2 مرتبه 3 مرتبه تو فصل مناسب میبینید بیان چمنها رو بزنن و قیافه اینجا علیرغم که سالهاست استفاده نشده چندان هم شبیه متروکه نیست و به همین خاطر دولت هم نمیتونه بیاد ازشون اینجا رو بگیره. ولی این نکته قانونیش نکته خیلی خوب بود. حالا هم اول بهتون گفتم چون می‌خواستم بخورده راه بریم صحبت بکنیم بعد بریم داچا ببینیم. خب میخوایم بریم داخل داچا، فکر کنم این گزینه خوبی باشه اگه شما هم دوست داشته باشید. شماره 542 در قفل ولی احتمالا بشه بازش کرد. خب اومدیم داخل، در رو ببندم. این صاحب داچاست، داماد صاحب داچا اگه بخوایم بگیم دقیقا. این یه نامرادی اینجا اگه بشناسیدش. خب میخوام بهتون بگم داچه ها یه سری المانای کاملا ثابت دارند که تقریبا بین همه داچه ها مشترکه و خوشبختانه اینجا هم که ما اومدیم چه گفت یه داچه کاملا معمولیه، هیچ چیز عجیب غریب و متفاوتی نداره. یه ویژگی که اکثرا دارم، ببخشید دیگه، همه اول اومدیم سمت سرویس بهداشتی. سرویس بهداشتی داچه ها همه بیرون از خونه است. این اینجاست، خونه اصلی اینجا و اینم چاه فاضلابش و همه داچه ها باید سرویس بهداشتیش نزدیک در باشه چون برای تخلیه فاضلاب ماشین سنگین بتونه بیاد تو خیابون اصلی و سریع تخلیه بکنه. من برم داخل اینجا نشون بدم چون قسمت جذابشه. این از اون توالتای هستش که تهش به اعماق کره زمین باز میشه ولی خب بهتر نشون ندم و روشویی ساده. خیلی خوب. این اینجا یه ویژگی که داچه ها داره به طور کلی اینه که در واقع طوری این سیستم چیده شده که خود مردم عادی بیان و تقریبا همه کارهای ساختمانی رو خودشون انجام بدن. مثلا مالک این خونه که الان یه پیرمردی هستش، موقع جوونیش در واقع پدرش و بعد خودش تمام این خونه رو ساختن. این خونه رو تو فازهای مختلف، اول قسمت سمت چپ بعد قسمت سمت راست و یه سقف اضافه کردن، از فونداسیون کاری نجاری و برق کاری و نقاشی همه کار رو خودشون انجام دادن. یه چیز دیگه که خونه های روسی داره، خب روسی است و زمستان های معروفش، خونه ها همشون یه جلوخانه کوچیک داره. این پنجره کوچولو رو میبینید که در واقع موقعی که یه نفر میخواد بره داخل و بیاد بیرون مستقیم از داخل خونه خارج نشه که سرما بخواد بیاد تو. یه اتاقی که کوچیک هستش که این اتاقی که حالت کفشکن هستش، در اصلی خونه رو باز میکنن میان داخل این فضای کوچیک. شاید اینجا اصلا کلوشه 2 متر هم فضاش کمتر بشه، یه فضایی تغییر بکنه بعد برن تو فضای سرد بیرون. یه چیزی که داچه داره کلا میشه گفت یه سیستم پایداره، یعنی اکثر مواد غذایی که میخوان استفاده کنن رو خودشون اینجا پرورش میدن. اینا گیاها و سبزیایی که میتونه تو فضای باز رشد بکنه. این اسمشو یادم رفت ولی یه چیزی مثل کدوی خودمونه و اسمش یادم رفت ولی یه ضرور مسئله دارن روسا میگن کدوی خوب کدویی که 8 مالک داشته باشه. از این بابت که
انقدر زیاد رشد میکنه کدو که باید تو اندازه خود برداشت بکنی، برای بقیه به همسایه بعدت هم بدی، اونم به یکی دیگه بده، همینجوری دست به چرخه و 8 نفر برسه و این در واقع هم دوستی و در واقع رابطه نزدیک همسایه رو نشون میده، هم سیستم زندگیشون رو. یه سری گیاهای دیگه هستش که گلخونه‌ای هستن و اگه بتونم باز کنم داخل گلخونه کشت میشه. اصلی ترینشون خیار هست، اینجا میبینید، ولی خب الان موقعی که ما اومدیم ماه آگست آخرای فصل خیار هست، اینجا یه خورده خوش شده، ولی اگه یه ماه پیش میومدیم اینجا بسیار سرسبز بودش. در اصل گلخونه هم یه بخش دیگه از داچه ها هست، ولی قسمت جذاب و پرهیجانش بانیا همون حمام های سنتی روسی هستش، بسیار بسیار جذاب. الان تو گویه که داخلش هست، بهتر زیاد جلو نرم، اینو یه ویدیو جلوگونه میگیرم و بانیا رفتن، حمام رفتن خودمو نشون میدم. تقریبا میشه گفت اکثر داچه ها فقط خدمات برق و اینترنت دارن. گرما به طور کامل توسط هیزم تامین میشه و البته به راحتی، چون ما دقیقا وسط جنگل هستیم و انقدر درخت زیاد هستش که به راحتی بتونن قطع بکنن و برای گرما استفاده بکنن. اینجا باز دوباره میتونید داچه متروکه همسایه رو ببینید که البته گفتم علفاشو هرس میکنه، ترتمیز نگه میداره که دولت ازش نگیره. نمیدونم شاید خودش استفاده نمیکنه، برای بچه هاش نگه میداره. اون ساختمون زررنگ که دیدیم است که خونه قهرمان جهان بود، قهرمان تیراندازی با اسکی که از 200 امتیاز گرفته. حالا داریم پیداش میکنیم. Yeah. And He's an old man, I think. yeah, 1915? he's dead now. He's died several years ago, but his son is coming. Living here. Yeah. It's a champion was. It's a master at 1959. It's a trainer and champion, world champion at 1972. Yeah, and then 1977 and other. It's That was in the Olympic or Olympic too, and champion of whole world, and champion Europe, and champion many other things. ما اینجا دو تا خانم مهربون داریم که عاشق آشپزی هستن. 2 روز اینجا داریم تا غذای خوشمزه‌شون امتحان میکنیم. در واقع از روز اول که من اومدم اینجا یه چیز جالبی که بود، ترکیب بوی چوب و بوی غذا بودش. اینجا خالیه و در واقع همیشه تو این خونه هی داشتن غذا میپختن. فکر کنم میدونم که حالا مهمونی شکمویی دارن، ولی خوشبختانه گویا تو فرهنگشون هستش این قضیه. بذار داخل خونه رو ببینیم. این داخل داچه پدر خانواده هستش که خونه کاملا با چوب ساخته شده و نکته اصلی که برای من جالبه میخوام اینجا نشون بدم. توی یکی از اتاقا این دیواری که از این ور اومدم نشون دادم، شما فعلا فقط یه دیوار ساده میبینید. بیام این طرف. اینجا در واقع منبع اصلی گرمایش خونه است. بیام عقب‌تر. یک شومینه هیزومی بسیار بزرگ که در واقع از قسمت پایینی چوب قرار میگیره. این فضای وسطش اگه بخوان غذایی میتونن بپزن و کل این فضا که میبینید و سیمانی هستش با بلوک سرامیک ساخته شده گرم میشه که باعث میشه هم این اتاق رو گرم کنه هم اتاق پشتیه. در واقع بخاری شومینه هیزومی وسط قرار گرفته. منبع اصلی گرمش البته که بخاری برقی هم اون گوشه دارن.
اینجا اتاق اصلی، سالن اصلی که غذا میخورن دور هم هستن. یه چیز جالبی که اینجا داره، گفتم بهتون که در واقع فلسفه اصلی داچا اینه که خود آدم ها بیان بسازن خونه رو برای خودشون. روسا هم کلا آدمای دست به آچاری هستن و تو این خونه خیلی زیاد همه گوشه ابزار و لوازم میبینم. که کلا این خانواده دست به آچار بودن، طبقه بالا رو دارن میسازن، یعنی هنوز این خونه در حال ساخت هست. این پله هم باید تکمیل شه. نمیدونم شاید تابستون سال بعد من بیام کمک کنیم با هم این پله رو بسازیم. و این میشه گفت کلیاتی از فضای داخلی هست. سماور رو میبینید. خیلی سورپرایز شدن وقتی فهمیدن ما ایرانی هم اینقدر سماور داریم و حتی به نظر من تو ایران سماور بیشتر از روسیه پیدا میشه. خب میخوایم الان بریم خونه همسایه که یه داچه دیگر رو ببینیم که یه خورده تفاوت داره و یه خاطر خیلی جالب هم واسهتون تعریف بکنم از اتفاقی که دیروز برام پیش اومد. فعلا بریم داخل. الان در واقع مرز دوتا خونه هستش که یه در براش گذاشتن، یعنی اصلا دوتا خونه کاملا با هم مرتبط هستش. یه فرقی که این داچه داره، دیروز اومدیم اینجا ساشا بهم گفتش آشپزخونه این داچه جدا هست. خونه قبلی خونه خود ساشا اینو که رفتم آشپزخونهش داخلش بود، ولی بعضی داچه آشپزخونهشون بیرونه. ساختمون اصلی اینجاست، آشپزخونه اینجاست. و اینم یه ساختمون دیگه است که در واقع ساختنش برای اینکه حالا بچه‌ها اگه میان اینجا باشن، مهمونا بیان اینجا، در واقع یه مقدار فضای خصوصی و پرایوت بیشتری داشته باشن. دوباره سرویس بهداشتی اون پشت در سفید و قهوه‌ایش رو میبینید. هم قانونی که بهتون گفتم سرویس بهداشتی باید بیرون باشه، در نزدیک در ورودی باشه. اینجا احتمالاً چوب هیزوماشون رو ذخیره کردن و منتظریم نیلا، خانم نیلا کلیدو بیاره بریم داخل اینجا رو ببینیم. Спасибо. А мы не здоровы, что ли? Не здоровы. Ну, он еще раз, а у них нормально тогда. Я такая некультурная, думаю, не поздоровалась. Хоть подпила и все. Нет, все хорошо. Тут снимать надо. Да, вон там есть тапки. Да не, мы... Не, ты... No. Спасибо. Yes. Switch off your shoes. Вон, Yeah. пускай оденет, чтобы не холодно было. No, it's okay. The samovar. Samovar, yes. Нормально. It's a type of камин. А где это вот здесь, да? Да? It's this modern type of баня. Испания. It's banya, but it's looks like sauna. It's not as a typical, not Russian, but looks as a Finnish sauna. Yes. Yeah. آره این بانیا حمامشونه ولی خب این حمام with iron. It مدرن looks تره. like sauna. آره شبیه سونا هستش. حالا اون بانیه اصلی رو But it is not ویدیو traditional. گرفتم. It's not traditional Russian. It's coming from Finland, but we use it. Yeah. Yes, I saw this setup in Finland too. Yeah. Shower and again heating system. Yes. Cool. Смотри, сюда наливается вода, чтобы был пар. Не просто, то есть ты берешь ковшик с водой, фигачишь на камни, она потом собирается и сливается там. Я почему не смутила, я вообще... Я понял. گویا دارن نکات فنی رو به اشتراک میذارن. Чтобы слить, чтобы она зимой не оставалась. اینم کلاه هاست. حالا تو ویدیوهای خود بانیا گفتم که باید رو سرتون باشه، چون رو سرتون نذارید گرمای بالای بانیا به مغزتون آسیب میزنه. It's a little bit different with Finland Finland. sauna. Why? You see this one? If you want to have a steam, you put water here and water and steaming going. If you want to have a dry sauna like as Finland,
Yes. You not put water inside. Without It's, that. it's two types different. It's just- different between Finland sauna and Russian sauna. And you have this one too in your banya too. Yeah, but we have it special for preparing hot water. You wash it later. For using hot water. Yeah. This is only for steaming. For steaming, yes. Yeah. Not for washing because Washing. it's not enough. Yes. For washing they use it. Another one. Yeah. But for you is bigger than that can provide Yes. hot water for washing. Yes. Yes. Very It's important. most common. A typical Russian banya always preparing and hot water too. Finland, Russian style of Finland banya, Finland sauna. Yes. Possible dry sauna or wet sauna. Wet, yes, Wet both. sauna, you put water Water here here. and waiting and steam is going. Steam coming. And you have a wet sauna. If you don't want it, not put water or go Open. out or open and water is go out, and you have a dry sauna. Dry one. It's Two types, multifunction. two different Yes. types. Interesting. Special. Yep. Not directly up. Special going to keep warm. یه نکته داریم که از این بخاری دود مستقیم بیرون نمیره، میاد این بالا از داخل این رد میشه، میاد این تقریبا سردیه. کل خونه رو میچرخه که بیشترین حالت ممکن گرم بکنه و بعد بره بیرون. But See? Nella said Не держит this, тепло, потому this что is мы not там, so warm. Because Okay. I know they don't live here. it's the second floor, Саша, там где-то modern style, and this, слева есть этот какой-то. this is from Zeden coming. Yes, coming to make warm here too. Вон там этот. Thank you. Нет, не тот. С другой. Another one. Yes. Beautiful, and I think take a look Modern at. style, yeah. А вот так надувает. Ну, я понял, да. Я задумала, как اینم кабинет, خونه همسایه. а они без منتها نکته که داره آره اینجا به سبک مدرن ساخته شده، یعنی فکر کنم تفاوتش با خونه خود ساشا اینا فهمیده باشید که جدیدتر و مدرنتر هست. اینجا هم فعلا حالت انباری داره. As a like cabinet must be as a Yes. cabinet, but not ready yet. Да, дети решили так. A lot, because children put a lot of things here. and not taking. خب بریم داچه خودمون. اینجا داچه نیلاست. دوباره از این گیت پورتیق رد میشیم میریم داچه خودمون. خب بذارید حالا که برگشتیم من بشینم اینجا یه داستان اصلا نیلا رو تعریف بکنم. ما دیروز که اومدیم اینجا با ساشا داشتیم صحبت میکردیم راجع به چیزهای مختلف و کاملا با من تور دیده اینجا توضیح میداد به من و یه سوال که من حالا همه جا برام مهمه، صدای بارونه داره میخوره به سقف این تابه. ازش پرسیدم بحث امنیت اینجا چجوریه و گفت اوکی اینجا مشکل نداره، یه سری همسایه‌ها همیشه ساکنن چون پدر مادرشون اینا فقط تابستون اینجا اکثرا فقط تابستونن، یه سری آدمای خاصن که خونهشون امکانات کافی داره کل فصل اینجا هستن، ولی امنیت اصلی اینجا با در واقع حضور و نظارت خود همسایه‌ها انجام میشه. بعد داشتیم صحبت میکردیم گفت بیا خونه همسایه‌مون هم ببینیم. دیروز منو برد خونه نیلا خودش نبودش، از بیرون نشون داد که چه سری عکس هم گرفتم و اومدیم دوباره نشستیم رو همین تا داشتیم حرف می‌زدیم، یهو تلفن زنگ خورد، یک دو دقیقه بعد ساشا رفت اونور و شروع کرد حرف زدن و بالا خندیدن و اوکی و خارشو میکرد. نگو ما که رفتیم اونور خونه نیلا عکس بندازیم همسایه بغلی دید که دوتا غریبه اومدن تو خونه، سری زنگ زد به نیلا هم سری زنگ زد به خانواده ساشا چون دوست و معتمدش بودن که چی شده خونه من دوتا غریبه اومدن قضیه چیه و ساشا خندید گفت نه اون غریبه دوست ما بود و ما اومدیم خونه تو رو نشون بدیم و کلا ثابت کرد سیستم امنیت اینجا چطور کار میکنه. عرض کمتر از یک دقیقه از اینکه ما رفتیم داخل خونه همسایه ها خبر دادن و اون طرف متوجه شد که غریبه اومده، دیگه خیالمون راحت شد و متوجه شدیم که چرا سالها پیش جمله معروف بود که میگفتن کاگبه ایز واچینگ یو، مثل که واقعا تو خونه مردم روسیه هستش.